من یه جوری معتاد به خرید رژ لبم و رژگونه، ولی خب امروز میخوام چند تا از رژ لبای مورد علاقه‌مو بهتون نشون بدم. این از فلورماره و یه سر اسفنجی گوگلی مگول داره. یه چیزی که خیلی در موردش دوست دارم اینه که بافتش خیلی نرم و سبکه. این لیپ گلاس از کیکو که من شماره 17 شو دارم، خیلی خوشمزه است. خب دوباره برگشتیم به فلورمار. این رژ لبای جامدش هم دوباره مثل اون سری از رژ لباش خیلی سبکن. در نظرم یه صورتی مخملی گوگلی مگوله. خب این یکی از شیلمه. ببین این نوشته لیپ تینته ولی حالت کرمیش خیلی سبکه و خیلی هم موندگاریشو دوست دارم. بد زدم. ببین با دستمال پاک نمیشه، باید میسلر واتر بزنم. بچه‌ها من الان که دقت کردم به نظرم فلورمار باید اسپانسرم باشه. لیپ گلاس دوباره از فلورمار. این زیر لیپ گلاسش میوه‌ای و خیلی خوشمزه. گفتم آخری تنوع بدیم. این قرمز زیبا از پیپال. خب بچه این همش نبود، ولی من حس کردم ویدیو خیلی طولانی میشه. اگه این سبک از ویدیو رو دوست دارین بهم بگین که ادامهش هم بسازم، بپزم، ضبط کنم.